سلام. این یه غذاییه که خیلی سالمه و درست کردنش هم خیلی زمان نمیبره. در واقع من قصد نداشتم که چند تا ویدیو آشپزی پشت سر هم بذارم، ولی وقتی میخواستم غذا رو درست کنم دیدم این اسباب بازیایی که سهند آورده چیده بامزه است و گفتم خوبه که فیلمش هم بگیرم. مرغو با برگ بو، زردچوبه و پیاز گذاشتم آب پز بشه و کاملا البته نپزه ها، این بوش گرفته شه. پیازم که میبینید خورد کردم و باش قاطی کردم و سس سویا. او خیلی خوشمزه است مامان. سماق هم روش میذاری باشه. پاپریکا، پودر سیر، یه کوچولو فلفل، اون زیاده فلفل مامانا. روغن زیتون یه کوچولو. بعد چیکار میکنیم؟ میکس. بعدش میذاریمش تو ایر فرایر. دمای 350 فارنهایت 20 دقیقه. البته دماشو بیشتر کنید یا زمانشو، چون که پیازا کاملا نپخته بود. سیب زمینی رو هم پوست گرفتم و به این اندازه خورد کردم، گذاشتم آب پز شد. بعد پودر سیر بهش زدم، نعنا، البته این ادویه ها دل بخواهی. آخ یکم من گوشتم رفت تو دیوون مامان. و روغن زیتون، نمک، یکم به هم میزنیم. ماست رو اضافه میکنیم و به هم میزنیم. سیب زمینی خیلی نباید بپزه، چون تو این فرایند به هم زدن و اضافه کردن مواد له میشه و این هم وقتی که میخوایی با بچه به زبون خودش مثلا حرف بزنی و اون خیلی عاقلانه و عاقلان در سفیه طور میاد جوابتو میده، حقتو میذاره کف دستت. خوبه، خیلی خوبه. کنیم گذارم تا ته بخور. اینا گرسنه شد. از تو بازی ما واقعا نیست.